بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با قسمتی دیگر از این برنامه‌های کوتاه در خدمت شما هستیم و به شما عزیزان میگوییم که گذشته است. برگشتن به گذشته، فکر کردن در مورد گذشته و همیشه خودمون رو مشغول گذشته کردن در واقع نوعی حماقت و نادانی است، برای اینکه گذشته سپری شده است و دیگر بر نمیگردد. باید به فکر زمان حال باشیم، زمانی که درش زندگی میکنیم. بعضی از انسانها به جای پرداختن به زندگی خودشون و آباد کردن زندگی فعلی خودشون همیشه بیاد گذشته، مصیبت‌ها، رنج‌ها، دردها، گرفتاری‌ها و سختی‌هایی که در گذشته وجود داشته همیشه بیاد اونها هستند و همیشه به فکر اونها هستند و این مسئله زندگی رو برایشون تیره و تار و تلخ میکنه. شاید به خاطر همین هست که در اسلام سوگواری بیشتر از 3 روز برای کسی که از دنیا رفته جایز نیست. نادانند کسانی که امروز برای امام حسین بعد از گذشت 1400 سال مرثیه میخونند و به سر و صورت میزنند و قمه میزنند و چاقو میزنند و درد و مصیبتی رو که 1400 سال پیش اتفاق افتاده دوباره زنده و احیا میکنند و این گونه سیاه میپوشند و زندگی خودشون رو سیاه میکنند و دنیا رو هم سیاه و تیره و تار میبینند و در بین انسانها به جای اینکه خوشحالی و لبخند و تبسم رو رواج بدن، رنگ سیاه، رنگ سوگواری و در واقع گذشته ها رو احیا می کنند. بچه‌ای که متولد شده دوباره به شکم مادر بر نمی گردد. شیری که از پستان بیرون اومده مجدداً به پستان بر نمی گردد. خورشیدی که طلوع کرده مجدداً به سمت طلوعش بر نمی گردد. همه چیز در دنیا به سمت جلو در حال حرکت هست. باد و زمین و خورشید و هستی و آب و هر اونچه که در دنیا و هستی وجود دارد همه به سوی جلو حرکت میکنند. این خلاف انصاف هست و خلاف عدالت هست که همه چیز به سمت جلو حرکت میکند. ما انسان ها برخلاف سنت های الهی و هستی خداوند متعال که به جلو حرکت میکنند ما به پشت سر برگردیم و در مورد امور گذشته فکر بکنیم. درست است، خداوند متعال داستانهای امتهای گذشته، انسانهای گذشته رو برای اینکه ما پند بگیریم، برای اینکه ما عبرت بگیریم و درس زندگی یاد بگیریم برای ما نقل کرده است و بعدش میفرماید تلک امتون قد خلت، اینها امتی هستند که گذشته اند. شما در فکر این باشید که وضعیت فعلیتون رو در واقع بهش برسید. پس گذشته ها گذشته اند. مشغول شدن به گذشته در واقع نوعی نادانی است که انسان رو از پرداختن به وضعیت فعلیش جلوش رو میگیرد. فرض کنید عزیزی از عزیزانمون رو از دست داده ایم. اگر بشینیم و زانوی غم به دل بگیریم و شب و روز گریه بکنیم و مرثیه بخونیم، آیا اون عزیز از دست رفته ما برمیگردد؟ خیر، پس کاری عبث و بیهوده انجام دادیم. فرض کنیم در فلان تجارت مالیمون ضرر کردیم، مبلغ هنگفتی رو از دست دادیم. اگر بشینیم و زانوی غم به بغل بگیریم، آیا اون سرمایه به ما برمیگردد؟ خیر، گذشته سپری شده. دیروز رو نون خوبی نخوردیم، زندگی خوبی رو نداشتیم. اگر بیاییم و به دیروز فکر کنیم، آیا زندگی دیروز ما به ما برمیگردد؟ خیر، بر نمیگردد. از دوران کودکی و جوانیمون چه بسا استفاده خوبی رو نبردیم، چه بسا به دنبال علم و تحصیل نبودیم، چه بسا ضرر و زیانهایی در زندگی متوجه ما شده، گرفتاری هایی رو در زندگی گذشتهمون دیدیم. اگر به گذشته فکر بکنیم و همیشه در غم گذشته باشیم، آیا اون گذشته مجدداً بر میگردد؟ خیر، زمان به عقب بر نمیگردد. زمان در حال به جلو رفتن هست و همه چیز به جلو حرکت میکند. پس شاد باشیم
و از وضعیت فعلی که درش به سر میبریم استفاده بکنیم و از پرداختن به گذشته به گونه‌ای که مانع سعادت و خوشبختی فعلی ما بشه خودداری کنیم. تا جلسه دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.